با یک قرار حکومت 23 январ شیرعلی گنجزاده از مقام وزیر نقلیات برکنار و به وظیفه معاون وزیر تعیین گردید. جای او را در مقام وزیری رئیس ناحیه روشن خدایارزاده گرفت. همچنین در مقام‌های دیگر دولتی تغییرات کادری صورت گرفتند. آغاز هر سال در تاجیکستان معمولاً قرارها در زمینه تعیین و از وظیفه سبکدوش کردن رهبران ساختارهای مهم دولتی قبول می‌شوند. نخستین تغییرات در ماه январ سال 2017 مربوط به مقام شهرداری دوشنبه شد. روز 12 январ با قرار پرزیدنت رئیس سابق شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله‌اف از مقامش آزاد و به جای او رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت و هم رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون تعیین شد. در پی تغییرات نو در مقام‌های رهبری کننده ساختارهای دولتی به کرسی خالی شده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون سلیمان سلطانزاده تعیین شد. سلیمان سلطانزاده روز 31 январ 31 ساله می شود و تا تعییناتش به مقام رئیس آژانس ضد فساد در ساختارهای دادستانی تاجیکستان در مقام مفتش نظامی کار کرده است. اینچنین روز 23 январ سایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که با فرمانهای رئیس جمهوری اشوربای صالح‌زاده یاوری پرزیدنت آید به مسائل اقتصادی، فیض‌الدین قهارزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، طاهر نورزاده معاون دیرکتوری اگنتی ضد فساد و خواجه نظر امام نظر اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه روشن ولایت بدخشان تعیین گردیدند. با قرارهای دیگر دلمراد دولتزاده از وظیفه رئیس پالات حساب تاجیکستان با سبب به کار دیگر گذاشتنش برکنار شده. فاروق همرلی زاده برای جایگزینی او پیشنهاد شده است. در خبری سایت پرزیدنت تاجیکستان تاکید شده است که اکثریت جوانان صاحب ذوق و تربیت دیده مکتب‌های رهبری زمان صاحب استقلال تاجیکستانند. تغییرات نو وظیفه‌های سردار ریاستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان، سرداران شعبه‌های کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور، سینای شهر دوشنبه و ورزاب را هم در بر می‌گیرد.